ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل قریه ها ایمان بیارن، عقیده خدا به ایمانی که در قرآن تشریح شده جور کنه، امی عقیده و باور پیدا کنه و واتقوا و خدا نگاه کنه. این کلمه بسیار عام است. خدا نگاه کنه از شرک و کفر، از بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری، از گمانه بدی که به الله داره، نعوذ بالله خدا نگاه کنه. و خدا نگاه کنه از دوستی کفر، نعوذ بالله از چاپلوسی کفر، از نعوذ بالله نوکری کفر خدا نگاه کنه. الله وعده کرده که چیسته لفتحنا علیهم، ما باز میکنم بالایشان برکات من السماء والارض، برکتای آسمان و زمین باز میکنم. در ادنا عملش میبینی که الله